و همه مخاطبین عزیز، خوش اومدین به کانال تالار وحشت. بریم سراغ داستان امشب. سلام، من زهرا هستم. 24 سالم و دارم این متن رو از استان فارس براتون می نویسم. حتی وقتی دارم می نویسم هم خاطرات اون روزا جلوی چشممه. همه چیز 4 سال پیش شروع شد. من دانشجوی دانشگاه بودم و یه دوست پسر داشتم که خیلی دوستش داشتم. اسمش احمد بود. احمد توی آلمان زندگی می کرد و من توی ایران. ما همیشه با هم تلفنی صحبت می‌کردیم و رابطمون هم خیلی خوب بود. هر روز تصویری صحبت می‌کردیم ولی هیچ وقت حضوری همدیگر رو ندیده بودیم. من بدون اینکه حتی حضوری ببینمش عاشقش شده بودم و مدام رویای دیدنش رو توی ذهنم میپروروندم. یه روز بعد از کلاس احمد زنگ زد و گفت میخوام حضوری ببینمت. برای همین چند روز دیگه میام ایران. از شنیدن این خبر خیلی خوشحال شدم و با شوق منتظرش بودم. من اون موقع توی تهران درس میخوندم و فکر کردم بهتره که توی فارس همدیگر رو ببینیم. برای همین سریع به فارس رفتم. احمد که خودش اهل فارس بود معمولا زیاد اونجا نمی اومد چون توی آلمان به دنیا اومده بود و همونجا هم بزرگ شده بود. چند روز بعد احمد تماس گرفت و گفت که رسیدم. ازم پرسید که کجا همدیگر رو ببینیم. با هم توی یک جایی به اسم ستارگان قرار گذاشتیم. روز خیلی خوبی بود. کلی حرف زدیم و همدیگر رو بیشتر شناختیم. بعدش هر کدوم به خونه‌هامون برگشتیم. احمد توی خونه پدر بزرگش توی شهرستان نزدیک شیراز میمون. به مامانم هم درباره احمد گفته بودم و از اینکه با هم حضوری دیدار کردیم خبر داشت. مامانم هم خوشحال بود و کمی هم تعجب کرده بود. روز بعد مامانم گفت احمدو برای صبحونه دعوت کن. میخوام از نزدیک ببینمش. منم احمدو دعوت کردم و با هم صبحونه خوردیم. مامانم تو همون دیدار اول از احمد خوشش اومد و گفت اگه رابطتون جدیه تابستون منتظرتونیم. ما هم خیلی خوشحال شدیم و کم کم داشتیم برای تابستون لحظه شماری میکردیم. تو این مدت با بعضی از اعضای خانواده احمد هم آشنا شدم. ولی مامانش خیلی سرد برخورد میکرد. هرچی تلاش کردم باهاش صمیمی بشم نتونستم اون فاصله رو از بین ببرم. بعدها فهمیدم دلیل این فاصله چیه. وقتی تابستون نزدیک شد تصمیم گرفتیم که رسم خواستگاری و نامزدی رو برگزار کنیم. خانواده احمد برای مراسم خواستگاری اومدن و همه خیلی خوشحال و خندون بودن به جز مادر احمد که هنوزم همون رفتار سردشو داشت. بعد از مراسم خواستگاری من و احمد کلی وقت داشتیم که با هم وقت بگذرونیم و سعی کردیم بیشتر همدیگر رو بشناسیم. یه روز نزدیک برگشتن به دانشگاه مادر احمد با هم تماس گرفت و گفت قبل از اینکه بری دانشگاه بیا پیش ما. خیلی وقت نشده که با هم وقت بگذرونیم. از این دعوت خیلی تعجب کرده بودم ولی خوشحال شدم. فکر کردم شاید روابط ما بهتر بشه. اون روز رفتم خونه مادر احمد و برخلاف انتظارم اون روز خیلی با هم خوب رفتار کرد. حتی شربت آورد و با هم کلی درباره عروسی و دانشگاه صحبت کردیم. وقتی برگشتم خونه مامانم هم از رفتار خوب مادر احمد تعجب کرده بود و خوشحال شد. بعد از اینکه شام خوردیم میز رو جمع کردم و رفتم توی اتاقم یکم کتاب بخونم. حدوداً ساعت 12 شب بود و با خستگی روز تصمیم گرفتم که بخوابم. وقتی خوابیدم حس کردم یه فشار سنگین روی بدنم اومده. انگار زیر آوار گیر کردم. هر لحظه این فشار بیشتر میشد و نفسم قطع میشد. چشمام باز بود ولی نمیتونستم تکون بخورم. انگار فلج شده بودم. نمیدونستم چی روی من سنگینی میکنه. یادم افتاد که مامانم وقتی بچه بودم میگفت اگه تو خواب یا رویا ترسیدی سوره های ناس و فلق رو بخون. یه لحظه به ذهنم رسید که شاید این کابوس یا همون بختک باشه. چون فشار داشت بیشتر میشد و حس کردم اگه ادامه پیدا کنه استخونامم میشکنه توی دلم شروع کردم به دعا خوندن. بعد از مدتی فشار کمتر شد و منم یک نفس عمیق کشیدم. فکر کردم شاید خیلی جدی نیست. دوباره خوابیدم. فردای اون روز باید برای برگشتن به دانشگاه راه میافتادم. قبل از سوار شدن به اتوبوس با احمد خداحافظی کردم و بعد به سمت شهر حرکت کردم. شب که رسیدم وسایلم رو برداشتم و رفتم خوابگاه. یه چیزی خوردم، دوش گرفتم و به خاطر خستگی زیاد خیلی سریع خوابم برد. توی خواب یه صداهایی میشنیدم. انگاری یه کلمه عربی رو داشتن توی گوشم زمزمه میکردن. توی یه جای ساکت و خلوت بودم و دائم همون کلمه رو میشنیدم. ولی چون صدا دور بود نمیتونستم بفهمم چی میگه. یه صدای زنانه هم شنیده میشد که همه جا پیچیده بود. با ترس داد زدم کی اونجاست؟
ولی فقط همون کلمه رو شنیدم. بعد از یه مدتی هم اتاقیم چراغ رو روشن کرد و من از خواب پریدم. ساعت حدود 3 شب بود. خیلی بهش اهمیت ندادم و فکر کردم به خاطر خستگی این خوابا رو دیدم و دوباره خوابیدم. صبح که شد بچه‌ها سر صبحونه ازم درباره مراسم خواستگاری تو تابستون پرسیدن. روز با صحبت کردن گذشت و فرداشم باید برای دانشگاه آماده می شدم. ترم سوم بودم و به هر حال سال جدیدی شروع شده بود. با بچه‌های کلاس خیلی صمیمی شده بودیم و انگار همه مثل خواهر بودیم. توی درس ها من موفق بودم و توجه خیلی ها رو جلب کردم. اما کم کم کابوس ها و اون فشارهای عجیب توی خواب بیشتر شد. بعضی وقتا از شدت ترس توی خواب جیغ می زدم و از خواب می پریدم. هم اتاقیام نگران شده بودن. خیلی از شبا می ترسیدم که بخوابم و تا از اون صبح بیدار می موندم یا کتاب می خوندم. چون هر وقت می خوابیدم کابوسام برمیگشتن و این وضعیت منو به افسردگی کشونده بود. بدون خواب کافی توی کلاسام هم خوابم می برد. خستگی توی صورتم پیدا بود. به خاطر استرس زیاد من و احمد زیاد با هم دعوا می کردیم. یه روز مامان احمد زنگ زد و حالمو پرسید. اینکه چیزی لازم دارم یا نه. روزها میگذشت و من ضعیف‌تر شدم. اشتها نداشتم و توی کلاس ها هم نمیتونستم تمرکز کنم. حتی بعضی وقتا توی کلاس خوابم میبرد. استادا هم متوجه شده بودن و ازم میپرسیدن که چرا انقدر خسته شدم. منم بهشون میگفتم که به اندازه کافی استراحت نمیکنم. یه روز وقتی از دانشگاه برمیگشتم و بعد از شام خوابم برد. ولی این بار انگار وارد یه دنیای دیگه شده بودم. اون صدای عربی رو دوباره شنیدم و بعد که دیدم یک زن اونجاست ولی نمیتونستم چهرهشو ببینم، اون به سمتم اومد و با یه خنده ترسناک دستشو سمتم دراز کرد. حس میکردم یه دست داره داخل گلوم میاد و یه چیزی رو از بدنم بیرون میکشه. با ترس و نفس تنگی از خواب پریدم. دیدم چند قطره خون توی دستمه. وحشت زده فریاد زدم دارم میمیرم. هم اتاقیام با دیدن این صحنه سریع آمبولانس زنگ زدن و منو بردن بیمارستان. دکترها بعد معاینه و آزمایشات گفتن که چیز خاصی نیست. برگشتم. بعد از اینکه شام خوردم گلوی من درد میکرد. فکر کردم شاید به خاطر اینه که توی خواب چیزی شده. شب که گذشت برای احتیاط به بیمارستان رفتم. مهسا گفت که توی خوابم یک چیزی بوده و نمیتونستم باور کنم که ممکنه کسی این کارو با من کرده باشه. به خاطر همین افکار خیلی خسته و بیحالم بودم. فکر کردم شاید به خاطر خستگی زیاد باشه. ولی به نظر می رسید این اتفاق غیر ممکنه. اون شب کنار یکی از دوستان بودم و کابوس دیدن باعث شد که نتونم بخوابم. وقتی دکتر دوباره برای چک کردن اومد، متوجه سیاهی دور چشمم شد و پرسید که آیا از الکل یا مواد مخدر استفاده کردم؟ منم گفتم که استفاده نکردم. ولی مدتیه که خیلی خسته و بیخواب بودم. وقتی دلیلشو گفتم، دکتر به من گفت که باید به نورولوژی و روانپزشکی مراجعه کنم. در همین حالم نامزدم احمد که این خبر رو شنیده بود، چون خیلی نگران و ترسیده بود بلیط گرفت و گفت میخواد بیاد اینجا. منم گفتم بهش که لطفاً کاراتو انجام بده و انقدر نیاد اینجا. ما به زودی ازدواج میکنیم و پول برای مخارج عروسی نیاز داریم. گفتم فردا مرخص میشم و مشکلی نیست. احمد کمی آروم شد و گفت که اگه مشکلی بود و بهش نگم ناراحت میشه. منم بهش اطمینان دادم و گفتم که اولین کسی خواهی بود که از وضعیت من با خبر میشه. صبح شد و من از بیمارستان مرخص شدم. وقتی به خونه برگشتم دیگه نمیخواستم به دانشگاه برم. انگار که شادی زندگیم کم شده بود و تمام روز مثل مرده دراز کشیده بودم. اطرافیانم هم این وضعیت رو دیده بودن و متوجه شده بودن و سوال میکردن چرا به دانشگاه نمیرم. وقتی به خونه برگشتم و صبحونه خوردم دوباره خوابم برد. دوباره همون خوابو میدیدم. این بار خیلی نزدیکتر بود و بوی بدی داشت. تحملش برام سخت بود. انگار که بوی یه حیوانی بود که چند روز بود منتظر مونده و شروع به پوسیدن کرده بود. خیلی خودمو نگه داشتم که استفراغ نکنم. ناخنای بلند و کثیف داشت و وقتی به من حمله میکرد احساس میکردم چند تا از استخونام شکسته. وقتی بیدار شده بودم هم اتاقیم از دانشگاه اومده بود و منو بیدار کرد. پرسید چرا اینقدر عرق کردی؟ بازم کابوس دیدی؟ منم گفتم بله، هنوز کابوسو میدیدم. ولی من خیلی ترسیده بودم و فکر میکردم شاید دارم دیوونه میشم. شب و روز تفاوتی نمیکرد و همیشه توی خوابام بود. صبح اولین کارم این بود که برم پیش روانشناس. روانشناس وقتی وضعیت رو شنید
گفت که این شروع افسردگیه. داروهای ضد افسردگی تجویز کرد. گفت که ممکنه زخم‌ها رو خودت ایجاد کرده باشی و باید داروها رو مرتب استفاده کنی تا خوابت هم منظم بشه. داروها رو شروع کردم. تأثیرش رو روی خودم دیدم. روزها رو بیشتر توی خواب بودم و تحت تأثیر دارو بودم. احمد هم روزی یک بار با من صحبت میکرد و من دوباره به دانشگاه رفتم. اما نتونستم توی کلاس‌ها تمرکز کنم و بعد از دانشگاه دوستام گفتن که بریم بیرون. شاید برای تغییر حال و هوام خوب باشه و قبول کردم. بعد از کمی گپ زدن و صحبت در مورد اتفاقات و کابوسام، بعضیاشون منو باور کردن و بعضیای دیگه هم مسخرم کردن. وقتی دیدم که بعضیا به من نگاه منفی نگاه میکنن، موضوع ادامه ندادم و بعد از نوشیدن چایی بلند شدیم و رفتیم. همه به خوابگاه‌های خودشون برگشتن. منم فکر کردم که کمی بیشتر کار کنم و بعد بخوابم. شب بعد از اینکه کمی درس خوندم و با دخترها صحبت کردم، کمی چپ و راست شدم و خوابم برد. یهو وسط شب ناگهانی بیدار شدم. احساس کردم که بدنم کاملا سفت شده و درونم احساس ترس عمیقی داشتم. بوی بدی که توی خواب احساس می‌کردم حالا زنده و واقعی شده بود. صدای نفس کشیدنش که مثل یک سگ بود، آرامش رو از اتاقم برداشته بود. بوی بدش خیلی ترسناک بود و من دیگه نمیتونستم تحمل کنم. سرمو برگردوندم و دیدم چطور سر کثیف و موهاش روی صورتش افتاده و یه قسمت به طرف پایین آویزون شده. نتونستم تموم صورتشو ببینم، ولی بیشترشو دیدم. رنگ پوستش خاکستری و مثل لاستیک بود. چشماش سیاه و لباش کبود شده بود. دندونای تیز و پوسیده‌ای داشت و لباسش خیلی کثیف و پاره بود. چون شجاعت کافی برای برگشتن نداشتم، نتونستم پاهاشو ببینم. ولی باهاش چش تو چش شدم. خیلی ترسیده بودم. میخواستم دعا کنم اما از ترس نمیتونستم کلمه ها رو درست بگم. وقتی به خاطر ترس نمیتونستم درست دعا کنم، به یاد بسم الله افتادم. با لکنت زبان گفتم بسم الله الرحمن الرحیم. به محض گفتن این کلمات اون موجود توی اتاق جیغ بلندی کشید و با وزش بادی سرد ناپدید شد. از شدت شوک شروع به گریه کردم. نمیدونستم تا کی این وضعیت ادامه پیدا میکنه. نمیتونستم خودم رو توصیف کنم و نگران بودم که ممکنه دیوونه بشم. به احمد هم گفته بودم چون نمیخواستم با نگاه دیوانه‌وار به من نگاه کنه تا صبح صبر کردم و وقتی صبح شد اولین کاری که کردم این بود که به مامانم زنگ بزنم و وضعیتم رو توضیح بدم. مادرم فرد معتقدی بود و میتونست به من کمک کنه. وقتی صبح شد یه چیزی خوردم و سریعا به اتاقم برگشتم که به مادرم زنگ بزنم. همه چیزو با جزئیات بهش گفتم. اونم خیلی ناراحت شد و گریه کرد برام. منم نتونستم بیشتر خودم رو کنترل کنم و گریه کردم. خیلی تحت فشار بودم. از این وضعیت خسته شده بودم و بعد از اون مادرم گفت که دنبال کسی میگرده که این مسائل آشنا باشه براش. اون گفت که در این بیت تو هم نباید بیکار باشی و نماز تو بخون. منم کمی بیرون رفتم و یکم هوا خوردم. منتظر موندم که خبر مادرم بیاد. بعد از چند ساعت مادرم تماس گرفت و گفت که یه روحانی پیدا کرده که به این مسائل تسلط داره. گفت که باید پیشش بریم. منم گفتم اگر امروز بتونم اتوبوس رو پیدا کنم شب میام وگرنه فردا میرسم. بدون اتلاف وقت به ترمینال زنگ زدم و بلیط اتوبوس شب رو گرفتم. بعد از آماده کردن چمدونم به ترمینال رفتم و سوار اتوبوس شدم. خوشبختانه صبح زود به شهر خودم رسیدم. در حالی که منتظر حرکت اتوبوس بودم، احمد با من تماس گرفت و گفتم که به شهرم میرم. احمد فکر کرد که عجیبه که تو اون زمان از دانشگاه برم به شهرمون. اما من گفتم که دلتنگ خونوادم شدم و 2 روز میمونم و برمیگردم. اتوبوس شروع به حرکت کرد و وقتی به بیرون نگاه میکردم چشمام کم کم بسته میشد. داخل اتوبوس به سمت شهر خودم حرکت میکردیم و تو خواب دیدم که کنار جاده توی مکانی خلوتم. انگاری هم تو اتوبوس بودم هم کنار جاده. وقتی خودم رو دوباره دیدم خیلی ترسیدم. حتی اگر شباهت زیادی با خودم داشت میدونستم که خودم نیستم. چون نگاه‌های شیطانی و ترسناک داشت از ترس آروم گریه کردم. یکی از مسافران اتوبوس متوجه شد و گفت که آب بیارن و حال منو پرسید. من گفتم که خوبم، مشکلی ندارم. چند ساعت بعد صبح شد و اتوبوس وارد فارس شد. مامانم تا صبح بیدار بود و با طلوع خورشید به من زنگ زد.
گفت که بابامو به ترمینال میفرسته تا منو به خونه بیاره. وقتی وارد ترمینال شدم، بابام گوشه ترمینال منتظرم بود. بعد از گرفتن وسایلم از بار اتوبوس کنار پدرم رفتم و چمدونو به اون دادم. من و بابام شروع به صحبت کردیم و مادرم هم همه چیزو به اون گفته بود. بابام با نگرانی از من پرسید که حالت خوبه یا نه. گفتم خوبم بابا، انشالله بهترم میشم. وقتی به خونه رسیدیم، مامانم کنار در ورودی منتظرمون بود. وقتی منو دید، روی صورتش هم شادی بود هم غم. کمی صحبت کردیم و بعد صبحونه، چون خیلی خسته بودم، رفتم کمی استراحت کردم و دوباره خوابم برد. این بار توی خواب دوباره همون موجود رو دیدم. این بار خیلی عصبانی و خشمگین بود. به مامانم میگفت نباید بری. اگر بری همتون رو میکشم. به سمتم میومد. طوری گردنم رو فشار میداد که انگار ناخوناش توی گردنم فرو میرفت. انگار داره میخراشه گردنمو. از شدت درد گریه میکردم و برای راحت شدن از دستش به خودم روغن میزدم. بعد مامانم من رو تکون داد و بیدار شدم. با توجه به وضعیت جدی، مامانم هم متوجه شده بود و گفت بیا دخترم، وضو بگیر و سریعا بریم، استاد منتظر مایه. تو خوابم اون موجود نمیخواست که بریم. اگر میرفتیم همه رو میکش. گفتم مامان من خیلی ترسیدم. شروع به گریه کردم. مامانم گفت اون تو رو دوست داره دخترم. خدا تو رو راهنمایی میکنه. منم مجبور شدم وضو بگیرم و آماده بشم و راهی شدیم. خونه استاد خیلی دور نبود. بعد از 10-15 دقیقه به خونه استاد رسیدیم. همسر استاد در رو باز کرد و ما رو به داخل دعوت کرد. گفت بفرمایین اینجا بشینین. بعد از اینکه نشستم، استاد گفت حالا میام. شما اینجا منتظر بمونید. بعد از مدتی استاد اومد و پرسید چی شده دخترم؟ این اتفاقات چجوری شروع شد؟ منم همه چیزو از اول تا آخر براش توضیح دادم. استاد سرشو تکون داد و گفت بیا دخترم، چند تا کاری که باید انجام بدم. ما وارد یه اتاق کوچیک شدیم که پر از آینه ها و شمع و کاغذهای عربی و کتابا بود. روی زمین یه تابه مسی بزرگ بود و شمع به صورت دایره‌ای دور تا دورش چیده شده بودن. استاد رو به من گفت بشین روی دایره. منم نشستم و استاد گفت من حالا موجودی که مزاحمت شده رو دعوت میکنم. وقتی اومد از جات بلند نشو و نترس. بعد استاد یک ظرف گذاشت و توش آب ریخت و شروع به نوشتن کلمات عربی روی کاغذهای کوچیک کرد. دستشو به سمتم دراز کرد و گفت دستتو بده. با چاقو یه خط کوچیک روی دستم انداخت و چند قطره خون روی ظرف افتاد. استاد شروع به خوندن دعاهایی کرد و آب توی ظرف شروع به جوشیدن کرد. بعد از مدتی استاد به نفس نفس افتاد و صدای خوندنش تغییر کرد. در این حین دیوار اتاق با لکه‌های سیاه پوشیده شد. وقتی استاد دعا رو تموم کرد، لکه‌های روی دیوار مشخص‌تر شد و دوباره همون موجود رو دیدم. استاد گفت موجودی که تو رو آزار میده الان با زبان عربی صحبت میکنه. موجود هم جواب میداد. بعد از صحبت کردن با موجود، اون با فریاد به صورت دودی سیاه ناپدید شد. همه چیز به حالت عادی برگشت و استاد گفت دخترم بیا به سالن برگردیم تا بهت توضیح بدم. رفتیم داخل سالن. استاد گفت که باید بهت بگم که برات جادو شده. اگه چند روز دیگه صبر میکردی و این موضوع به خانوادت نمیگفتی، ممکن بود خیلی بدتر بشه. پرسیدم چطور ممکنه؟ چرا کسی باید این کارو با من بکنه؟ استاد گفت اون موجود زنه و نشونه ای از جادو به تو داده شده. مادر نامزدت نمیخواسته تو رو. به همین دلیل این جادو رو واسط انجام داده. اون اضافه کرد که مادر نامزدت نمیخواسته تو رو، قصد داشته از بین ببرتت. اگه این موضوع ادامه پیدا میکرد، نامزدت فکر میکرد که دیوونه یا ازت جدا میشد. تو باید با کسی که مادر نامزدت میخواست ازدواج میکردی ولی چون تو با بسم الله دعا کردی، اون نتونست بهت آسیب بزنه. ولی همچنان دنبالته. اون نمیتونه وارد خونه بشه، ولی بیرون از خونه منتظرته. وقتی اینا رو شنیدم، هم ترسیدم هم شگفت زده شدم. من از شدت عصبانیت شروع به گریه کردم و گفتم خدایا چطور با این آدما روبرو شدم؟ مامانم هم خیلی ناراحت بود. نمیدونست که اون زن دیروز مراسم ترتیب داده بود و اینقدر پست و بدجنسه. بعدش از استاد پرسیدم چطور این جادو رو برام انجام داده. استاد گفت که روزی که منو به خونه دعوت کرده بودین، یه طلسم توی خونت گذاشته. بعد یه چیز خاص بهت داده که با خوردنش این وضعیت رو تکمیل کرده. استاد یک طلسم برام نوشت و با یه توافق 2 روز دیگه قرار شد که برم اونجا.
تو راه برگشتن به خونه با مامانم در مورد همه چیز صحبت کردیم. هر دو عصبی و نگران بودیم. نمیدونستم چطور باید این وضعیت رو به احمد بگم. اگه باور نکنه وضع خیلی بدتر میشد. وقتی به خونه رسیدیم من طلسم رو گردنم انداخته بودم و حتی تو حمومم در نیاوردم، چون استاد گفته بود هیچ وقت در نیارمش. ما آماده شدیم تا دوباره به خونه استاد بریم. بعد از 15-20 دقیقه پیاده روی به خونه استاد رسیدیم. در رو مثل همیشه همسرش باز کرد و ما رو به داخل خونه دعوت کرد. این بار استاد توی سالن بود و گفت سلام دخترم، حالت خوبه؟ امیدوارم از چیزی که نترسیده باشی. گفت نه بهترم. گفتم نه بهترم. 2 روزه که هیچ چیز عجیبی ندیدم و احساس آرامش میکنم. استاد گفت خدا رو شکر. امروز با موجودی که مزاحم تو شده صحبت میکنیم. دوباره به همون اتاق کوچیک رفتیم. استاد این بار کتاب قدیمی و ضخیمی رو برداشت و شروع به خوندن کرد. ابتدا آهسته و بعد با شدت بیشتر شروع به خوندن کرد تا وقتی که نفس نفس میزد. استاد 70 سالش بود اما بسیار قوی و پر انرژی به نظر می رسید. درست مثل قبل لکه های سیاه دوباره روی دیوار ظاهر شد و بعد از مدتی اون موجود دوباره خودشو نشون داد. این بار صورتشو واضح تر دیدم. واقعا خیلی زشت و بدبو بود. با موهای بلند و خاکستری و قد حدود 1.5 متر. دستاش نسبت به بدنش بلندتر و مثل پنجه بود. چشماش سیاه و بی‌حس بودن و لباسش کثیف و پاره بود. استاد به عربی با اون موجود صحبت میکرد و اون با صدای زشت جواب میداد. بعد از صحبت کردن موجود با یه فریاد بلند به صورت دود سیاه ناپدید شد و همه چیز به حالت عادی برگشت. استاد به من گفت دخترم بیاین به سالن بریم. چیزی هست که باید بهتون بگم. توی سالن استاد توضیح داد که چه چیزی میخواد. گفت وقتی به اون موجود پیشنهاد دادم ابتدا چیزی قبول نمیکرد. توی سالن استاد توضیح داد که چی چیزی میخواد. گفت وقتی به اون موجود پیشنهاد دادم اول چیزی رو قبول نکرد. بهش گفتم یا این دختر رو راحت میذاری یا از اینجا میری یا اینکه تو و خانوادت رو میسوزونم. استاد گفت که من باید این مأموریت رو انجام بدم ولی برای من مهمه که دختر با آیات قرآن آسیب ببینه. بعد گفت اگه این کار رو قبول نکنین شما و خانوادتون آسیب نمیبینید و به حالت عادی برمیگردین. استاد کمی فکر کرد و بعد گفت به من بگو میخوای چی کار بکنی. گفتم اگه این کار رو قبول نکنم من و خانواده‌مو اذیت نمیکنه و به حالت عادی برمیگردیم. در آخر استاد گفت که اگه این کار رو قبول کنی باید از کسی که جادو برات انجام داده چیزی بگیری و بشکنی. به این ترتیب استاد با اشاره سرش نشون داد که همه چیز تو دست خداست و ما باید صبور باشیم و منتظر نتیجه بمونیم. اینو تایید کرد و رفت. امشب تمومش میکنم. دیگه هیچ وقت مزاحم تو نمیشه. بعد از شکستن مهرش کاملا خلاص میشی. اما کسی که به تو سحر زده عواقب بدی خواهد دید. گفت باید یه چیز شخصی باشه. منم با همون چیزا رفتم و پرسیدم بدهیم چیه؟ گفت که کمک به نیازمندا کافیه. فقط بدهیمون به خداست. تشکر کردم و با مادرم به سمت خونه راه افتادیم. چون حالش بهتر شده بود کمی بهتر رفتار میکرد. وقتی به خونه رسیدیم با احمد صحبت کردم و همه چیزو بهش توضیح دادم. احمد شگفت زده شده بود و ولی گفت شاید مادرم این کارو کرده باشه ولی شاید هم تو این داستانو بزرگ کرده باشی. گفت مامانم هیچ وقت این کارو نمیکنه. گفت شاید تو خواب دیدی. من چند سال مادرمو میشناسم. از این حرفا خیلی ناراحت شدم و چون کسی که دوستش دارم به من ایمان نداره برای اینکه اوضاع بدتر نشه تلفن رو قطع کردم و شروع به فکر کردم. واقعا در موقعیتی بودم که دروغگو و افتراضاً قرار گرفته بودم. به مامانم گفتم احمدم به من ایمان نداره. مامانم هم ناراحت شد چون اگه احمد به من ایمان نداشته باشه همه چیز به هم میریزه. دوباره خوابم برد اما این بار توی خواب چیز عجیبی ندیدم. صبح که شد از خواب بیدار شدم و گفتم خواب راحتی داشتم. مامانم هم خوشحال شد و گفت بیاین صدقه بدیم. زمان برگشتن به دانشگاه نزدیک بود و چند روز دیگه باید برمیگشتم. این روزا امتحانات نزدیک بود. به مامانم گفتم فردا به دانشگاه برمیگردم. تو این فاصله احمد دوباره تماس گرفته بود و گفتم وقتی به تهران برگردم باهاش جدی صحبت میکنم. نمیتونم باقی عمرمو با ترس و نگرانی بگذرونم. احمد در حال برنامه‌ریزی برای ازدواج بود و من احساس میکردم اگه موضوعات ادامه پیدا کنه زندگی هر دوی ما به هم میریزه. روز برگشتن به دانشگاه رسید. من به راه افتادم و صبح زود سوار اتوبوس شدم. شب به تهران رسیدم.
وقتی رسیدم فوری وسایل رو گذاشتم و سر و صورت تو دستام و شستم و غذا خوردم. با احمد تماس گرفتم و همه اتفاقات اخیر رو براش توضیح دادم. بعد از یه مدت طولانی احمد گفت که واقعا مادرم نمیتونسته این کارو کرده باشه. گفت اگه مادرم این کارو کرده بود چرا باید بخواد به من آسیب بزنه؟ حس کردم تمام حرفام بیفایده بود و گفتم چطور میتونی به من باور نداشته باشی؟ ندیدی که من توی سختی‌ها کنارت بودم؟ در حالی که من هر شب از ترس کارهایی که مامانت میکرد بیدار میشدم، حالا تو منو به دروغگو بودن متهم میکنی؟ این رابطه همینجا تموم میشه. نمیتونم با کسی که به من ایمان نداره و منو دروغگو میدونه ادامه بدم. خیلی ناراحت بودم و نمیتونستم خودم رو کنترل کنم. به مامانم زنگ زدم و همه چیزو بهش توضیح دادم. گفتم باید هدیه‌های نامزدی رو پس بدیم. مامانم خیلی خسته شده بود و گفت هر جور که میخوای انجام بده. روز بعد اولین کارم این بود که هدیه‌ها رو توی یه جعبه بذارم و از طریق پست به مادرم بفرستم. سیم کارت جدیدی گرفتم و شماره‌مو تغییر دادم و بعد به دانشگاه برگشتم. دوباره توجه استادا رو جلب کرده بودم. دوستام توی انگشتم حلقه‌ای نمی‌دیدن. احتمالاً متوجه شده بودن. بعضی‌ها میپرسیدن که آیا جدا شدیم؟ منم میگفتم که به خاطر اختلاف توی استانداردهای زندگیمون نتونستیم کنار بیام و دیگه صحبت رو تموم کردم. حالا باید تمام تمرکزم روی دانشگاه و آیندم باشه. کم کم داشتم یاد احمد رو از توی ذهنم پاک میکردم. اولش خیلی برام سخت بود. هرچی که با هم داشتیم و فراموش کردم. ولی نمیتونستم یاد احمد و مادرش رو از وجدانم پاک کنم. سال سوم تموم شده بود و من سال آخر شده بودم. کم کم هیجان تابستون شروع شده بود و توی تابستون بعضیا از احمد برام خبر می آوردن. اما دیگه مثل قبل نبود و اذیتم میکرد. توی آخرین سال تحصیلیم برای اینکه به خانواده‌ام بار اضافی نشم، توی تهران موندم و تابستون رو کار کردم و خوندم. وقتی دانشگاه شروع شد، با درس‌ها و امتحانات درگیر شدم. یاد احمد و مادرش دیگه به ذهنم نمی اومد. امتحانات سخت بود و بعدش فارغ التحصیلیمون برگزار شد. وقتی مامانم اومد پیشم گفت که احمد با یکی نامزد کرده. گفتم هر چی قسمتش باشه بهتره، ولی یکم ناراحت بودم. بعد از فارغ التحصیلی مامانم برگشت و منم داشتم برای آخرین امتحانات آماده می شدم. اکثر امتحانات رو با نمرات بالا رد کرده بودم و فقط چند تا امتحان مونده بود که با نمرات خوب باید میگذروندمش. یک روز که داشتم درس میخوندم نیاز به دستشویی پیدا کرده بودم و به سمت دستشویی رفتم. بعد از انجام کارم و شستن دستام توی آینه نگاه کردم و ناگهان آدمی دیدم که شبیه به موجودی بود که توی خوابم میدیدم. برام عذاب آور بود. ترسیده بودم و سری به سمت اتاقم دویدم. فکر کردم شاید همه اینا خواب و خیال باشه. توی این مدت به دلیل اینکه مدت‌ها چیزی شبیه به این ندیده بودم، کمی دچار اشتباه شده بودم. یکی از همین روزا بود که توی یک کشو یه چیزی می‌خواستم پیدا کنم که به یادش افتادم. خوشبختانه اونجا بود و وقتی گردنبند و دور گردنم انداختم، احساس آرامش بیشتری داشتم. توی امتحانات پایانی خوب عمل کردم و نتیجه ها از چیزی که انتظار داشتم خیلی بهتر بود. بعد از امتحانات با مامانم تماس گرفتم و گفتم چند روز دیگه میام فارس. بالاخره بعد از 4 سال با دوستام خداحافظی کردم و سوار اتوبوس شدم. بعد از یه سفر طولانی بعد از یه سفر طولانی اتوبوس به فارس رسید و بابام یه گوشه منتظرم بود. این بار خیلی خوشحال بود چون فارغ التحصیل شده بودم. وقتی از اتوبوس پیاده شدم وسایلمو برداشتم و به خونه برگشتیم. مامان و بابام خوشحالی منو دیدن و این وضعیت باعث خوشحالی من شد. مامانم منو به گوشه‌ای برد و ازم درباره موجودی که توی آینه دیده بودم پرسید. وقتی توضیح دادم مامانم تعجب کرد و گفت چرا اینقدر خودتو نگران کردی؟ بعد از صبونه مامانم با استاد تماس گرفت. استاد گفت که باید پیشش بریم. آماده شدیم و به خونه استاد رفتیم. استاد در رو باز کرد و ما رو به داخل خونه دعوت کرد. دوباره توضیح دادم که چه چیزایی دیده بودم. استاد با سرش تایید کرد و گفت ممکنه بعد از یه سری اتفاقات توی بعضی موقعیت‌ها چیزایی ببینی ولی نباید بترسی. اینا نمیتونن بهت آسیب بزنن. فقط باید ازشون دوری کنی. استاد یه تیکه مهر هم به من داد که ازم محافظت کنه. ما هم تشکر کردیم و برگشتیم خونه. تابستون شروع شده بود و من داشتم برای آزمونا آماده می شدم. تو سال آخر هم برای دانشگاه و هم برای آزمونای شغلی سخت تلاش می کردم و با 1 ماه باقی مونده به آزمون روزا سری می گذشت. یگانه با من تماس گرفت و برای شام دعوتم کرد. خونه یگانه نزدیک خونه پدربزرگ احمد بود. اول نمیخواستم برم.
ولی بعد با یگانه رفتم. وقتی خونه پدر بزرگ احمد رو دیدم به یاد مادرش افتادم و ناخودآگاه ناراحت شدم. یگانه هم بعد از غذا وقتی داشتیم چای می‌خوردیم و حرف می‌زدیم گفت که زهرا جان، اخیراً دایی احمد از آلمان اومده بود اینجا. یه گفتگویی با هم داشتیم و شنیدم که باید حواستو جمع کنی. حدود 1 سال پیش احمد توی یه جنگل نزدیک خونه‌شون پیدا شده و کشته شده. پلیس آلمان مدت‌ها دنبال قاتل گشت ولی نتونستن پیداش کنن. پرونده رو هم به قاتل‌های ناشناس بستن. بعد از یه مدت کوتاه شنیدم که مادر احمد توی بیمارستان روانی بستری شده و وضعش خیلی بد بوده. هر روز بهش برق میدادن و چیزای غیر واقعی میدیده. اون حرف استاد به یادم اومد که گفت هر کسی که امروز با تو این کارو کرده خیلی بد تاوانشو پس میده. به نظر میرسید که واقعا اون کارهایی که کرده بود عواقب بدی داشته. معلوم بود که روحشو به شیطان فروخته و هر چی که داره رو قبول کرده. من برای احمد خیلی ناراحت شدم چون مرد بدی نبود. هیچ کس حق نداره چنین چیزایی رو تجربه کنه. خب مرسی که تا اینجا با من همراه بودین و این داستان رو شنیدین. اگر دوست داشتین سابسکرایب چنل یادتون نره و لایک و نوتیفیکیشن چنل هم انجام بدین. تا یک داستان دیگه و یه ویدیوی دیگه، خداحافظ.